الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. صدق الله العظيم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی جمیع مریضان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید، خصوصا عزیزانی که همین لحظه طلب دعا نمودند. پروردگار عالم همه مریضانی که روی بستر افتاده هستند، مریضانی که از اثر مریضی به نماز جمعه شرکت کرده نمیتوانند، الله سبحانه و تعالی شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. عزیزان و بزرگواران، بحث امروزی ما و شما روی دو موضوع هست. یک ارتباط به اوصاف ابراهیم علیه السلام که شمه و قطره از اوصاف ابراهیم علیه السلام که در قرآن بیان شده اشاره می شود، و موضوع دوم پیرامون فضائل عرفه و روز عرفه و همچنین ارتباط به تکبیرهای تشریق خواهد بود. عزیزان و بزرگواران، من و شما در افضل ایام الدنیا قرار داریم، خیر و ایام الدنیا قرار داریم، در بهترین روزهای دنیا که عشره ذوالحجه هست. امروز ششم ذوالحجه می باشد، فردا هفتم که روز شنبه هست و روز یکشنبه هشتم و روز دوشنبه نهم که روز عرفه و روز سه‌شنبه ان شاء الله باذن الرحمن عید سعید اضحی خواهد بود. همه من و شما میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. چی معنا ملت از ابراهیم خلیل الله داریم؟ فلانی میرود پیش یک شخص بیعت میکنه، میگه من مرید فلانیم. شخص میره با یک حزب، میگه من جزء فلان حزب میباشم، از حزب خود دفاع میکنم، از پیر خود دفاع میکنم، از استاد خود دفاع میکنم. شخص میره در یک مکتب و در یک مدرسه و در یک کهنتون و بالآخره افتخار میکنه که من در فلان کهنتون درس خواندم، شاگرد فلان مدرسه هستم. همه اینها امروز همه من و شما به این افتخار میکنیم که در مکتب ابراهیم علیه السلام هستیم. در مدرسه ابراهیم علیه السلام هستیم و میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. و ابراهیم علیه السلام چگونه شخصیتی بود؟ وقتی ما میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، باید اوصاف ابراهیمی در زندگی ما و در وجود ما باید باشه. وقتی ما در یک مکتب شامل میشیم، مکتب از خود یونیفرم داره، لباس خاص داره، یونیفرم خاص داره. شما وقتی که میبینیم یک ارتش از خود لباس داره، شاگرد مکتب لباس داره، شاگرد کهنتون لباس داره. در یک دفتر کسی کار میکنه، دفتر برایش قانون و قواعد وضع میکنه.
ما هم وقتی میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، باید اوصاف ابراهیم علیه السلام در زندگی ما باشه. به زبان کنه میشود. یک نفر اگر به حج نرفته باشه، هر قدر ما او رو حاجی صاحب بگیم او حاجی نشده. یک نفر اگر یک پانتونر نخوانده باشه، ما اگر بالاخره بری از او مثلا لیسانس نباشه لیسانس بگیم، او خوشش نمیآید، جالبم نیست. یک نفر ماستر نشده باشه بگیم فلانی ماستری خود گرفته، یک نفر دکتر نشده باشه بگیم فلانی دکترای خود گرفته، یک نفر عالم نشده بگیم عالم دین، یک نفر دکتر نشده اگر بگیم دکتر صاحب جالب نیست، انجینر نشده بگیم انجینر صاحب جالب نیست. کسی که خوانده انجینر شده بعد میگم انجینر صاحب، تبابتر خوانده میگن دکتر صاحب. پس به اینه که ما هم به زبان اگر بگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، اگر در زندگی ما اوصاف ابراهیمی نباشه، ما در مکتب ابراهیم علیه السلام درس نخواندیم، ما در مدرسه ابراهیم علیه السلام ما شامل نشدیم. در این شکی نیست که اهل کتاب یهود و نصارا چیان؟ کافرن. الله سبحانه وتعالی در قرآن میگه اهل کتاب یهود و نصارا کافره. یهود و نصارا امی الان میگن ما در مکتب ابراهیمی، ما در مدرسه ابراهیمی و ما ابراهیم از ما هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. به ادعا کنه میشه. اهل کتاب میگه ما ابراهیمیم، اهل کتاب هم میگه ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. یهود و نصارا میگن. الله سبحانه و تعالی میگه با شعار نمیشه، با زبان نمیشه که شما بیاییم فقط ادعا کنیم، با ادعا کنه میشه. یک نفر جز یک ارتش نیست ادعا کنه که من جز ارتشم، جز ارتش فلانی فلان کشور. الله سبحانه و تعالی جواب یهود و نصارا میده که ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. ولیکن ابراهیم حنیف بود، مسلمان بود. ابراهیم علیه السلام نه یهودیه نه نصرانی، بلکه حنیف و مسلمان. کسی که ادعا میکنه که من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم باید مسلمان باشه و حنیف باشه. که الحمدلله این نعمت عظیم و بزرگ از آن امت اسلامی هست، از آن من و شما هست که در مکتب ابراهیم علیه السلام شامل شدیم. حالا اوصاف ابراهیم علیه السلام، چرا امروز صحبت ارتباط به ابراهیم علیه السلام اختصاص دادیم؟ چون در این روزها اگر چشم خود را باز میکنیم به یاد حرم مکه میفتیم، اگر چشم خود را میبندیم به فکر میرویم به یاد منا و عرفات و مزدلفه میفتیم، اگر لحظات فکر میکنیم به یاد قربانی میفتیم. ابراهیم علیه السلام کعبه را کی بنا کرد؟ ابراهیم. زمزم آثار کیست؟ آثار خانواده ابراهیم. صفا و مروه آثار خانواده ابراهیم. منا و عرفات و مزدلفه هر طرف که بالاخره قدم بگذاریم مقام ابراهیم که گفته شده واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. ابراهیم علیه السلام. وقتی میخوایم قربانی کنیم، این روزها بحث قربانی هست، کی قربانی داره کی نداره، برای کی واجب هست برای کی واجب نیست. در بین امت اسلامی بحث قربانیه. در خانه نیست که یک بار بحث قربانی مطرح نشه. در خانه فقیر و غنی، در خانه اغنیا بحث قربانیه که قربانی دارن، در خانه فقرا بحث اینه که چند روز بعد مهمان سیدنا ابراهیم علیه السلام هستند. به این عزیزان و بزرگواران، این شبها و این روزها
هر ساعت و ثانیه اش ما را به یاد ابراهیم خلیل الله، به یاد او محبوب رب العالمین سیدنا ابراهیم می اندازه. پس اوصاف ابراهیم علیه السلام 20 صفت از صفات ابراهیم علیه السلام را فهرستوار بیان می کنم. هر صفتی که در وجود ما بود میگیم الحمدلله، هر صفتی که نبود تصمیم میگیریم که او صفت بیاید در زندگی ما تا ما بشیم پیرو واقعی ابراهیم علیه السلام. اوصاف ابراهیم خلیل الله، اوصاف امام الموحدین، اوصاف امام الحنفاء سیدنا ابراهیم علیه السلام. الله سبحانه و تعالی فقط در یک آیه 5 صفت از صفات سیدنا ابراهیم علیه السلام را بیان میکنه و می فرمایه ان ابراهیم کان امه. اولین صفت از صفت ابراهیم علیه السلام ان ابراهیم کان امه. ابراهیم به تنهایی خود یک امت بود، یک امت. ببینیم این صفت ابراهیم علیه السلام تنها یک نفر، تمام افرادی که در زمان ابراهیم علیه السلام زندگی می کردن همه بالآخره در شرک و در بت و بت پرستی بودن. تمام مشرکین یک طرف، یک امت میشه، ابراهیم علیه السلام به تنهایی خود یک امت. ان ابراهیم کان امه. این درس سر میده این آیه که ای کسی که میگی من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، هیچ وقت احساس تنهایی نکنی. اگر در بین جامعه انسانی تک و تنها ماندی، باز هم تو امت هستی، تو امتی، به خاطر که پیرو ابراهیم علیه السلامی. اگر در بین جامعه همه از تو گشتن، تو تنها ماندی، احساس تنهایی نکنی. اگر در یک جامعه همه برخلاف تو شدن، تو احساس تنهایی نکنی، تو امتی. اگر در یک جامعه همه بالاخره از تو روگردان شدن، تو احساس تنهایی نکنی، تو یک امتی. به خاطر چی؟ به خاطر که تو ملت از ابراهیم خلیل الله داری. ان ابراهیم کان امه. ابراهیم به تنهایی خود یک امت بود، یک امت. این مبالغه هست، این به صیغه مبالغه، این شخصیت والای سیدنا ابراهیم را نشان میده. ابراهیم علیه السلام مقتدا هست و ما به ابراهیم علیه السلام مقتدی هستیم که به او اقتدا کردیم عزیزان و بزرگواران. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. صفت دوم از ابراهیم علیه السلام قانتا لله، بنده مطیع الله بود. تو کسی که میگه ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، بنده مطیع الله هستی، بگو الحمدلله. اگر بنده مطیع الله نمی بودی، الان در خانه الله نمی آمدی. تو بنده مطیع الله هستی، اطاعت از الله میکنی. کدام زور و قوت و بالاخره ارتش تو را اینجا آورده در این نماز و در این روز جمعه؟ فقط ایمان تو هست. تو هم مثل ابراهیم و این صفت ابراهیمی در وجود تو هست که مطیع پروردگار عالم هستی. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. صفت سوم حنیفا. قانتا لله حنیفا. حنیف یعنی گام برداشتن در خط مستقیم حق، در راه صراط المستقیم. ابراهیم علیه السلام حنیف بود، از شرک و از بت و بت پرستی روگردان بود، میل داشت به طرف حق و حقیقت و راه صراط المستقیم. تو کسی که در راه صراط المستقیم قرار داری، بگو الحمدلله که در حقیقت پیرو ابراهیم علیه السلام بودی. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا. صفت چهارم ولم یک من المشرکین. ابراهیم علیه السلام مشرک نبود. پیروان ابراهیم علیه السلام هم مشرک نیستند. کسی که پیرو ابراهیم هست نمیره به طرف شرک، چی شرک اکبر باشه چی شرک اصغر باشه.
ابراهیم وار زندگی میکنه. صفت پنجم شاکرا لانعمه، ابراهیم علیه السلام شاکر نعمتهای الله بودن. ابراهیم علیه السلام بنده شاکر الله بودن. هر انسانی که در زندگی خود شاکر باشه، شکر نعمت داشته باشه، او هست پیرو ابراهیم علیه السلام. این 5 صفت عزیزان من، 5 صفت از صفتهای ابراهیم علیه السلام در سوره نحل، در آخرین آیات سوره نحل الله سبحانه و تعالی 5 صفت را بیان میکنه. ابراهیم علیه السلام، ابراهیم خود به تنهایی یک امت بود. ابراهیم بنده مطیع الله بود. ابراهیم در راه صراط المستقیم روان بود. ابراهیم علیه السلام از مشرکین نبود. ابراهیم علیه السلام بنده شاکر الله سبحانه و تعالی بود. در ادامه آیه ثمره و نتیجه این اوصاف زیبا را بیان میکنه. شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخرة لمن الصالحین. ابراهیم وقتی که بنده محبوب الله، حنیف بود، قانت بود، شاکر بود، از شرک بیزار بود، الله سبحانه و تعالی میگه وقتی که چنین بنده به این صفات مزین شد، اجتباه و هداه الى صراط المستقیم. نتیجه این شد که الله تعالی ابراهیم را برگزید به عنوان پیامبر. الله سبحانه و تعالی ابراهیم را انتخاب کرد به عنوان پیامبر اولوالعزم. ابراهیم را انتخاب کرد به عنوان خلیل. الله سبحانه و تعالی فقط 2 تا خلیل داره. یکی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هستند و یکی ابراهیم خلیل الله. الله سبحانه و تعالی این 2 پیامبر خود را خلیل میگه، یعنی دوستی که دیگه بین اینها هیچ کس نمیتونه به این مقام و به این منزلت و به این جایگاه برسه. الله میفرمایه و آتیناه فی الدنیا حسنه، ما به ابراهیم در دنیا حسنه دادیم، در دنیا خوبی دادیم، در دنیا مقام دادیم، در دنیا منزلت دادیم. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، ابراهیم در آخرت از جمله صالحین هست. حالا کسانی که ملت از ابراهیم خلیل الله دارن، که الحمدلله من و شما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، خوشا به حال کسانی که مزین به این اوصاف باشند. ششم، الله سبحانه و تعالی میفرمایه صفت دیگر مسئله رشد هست. میفرمایه ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و كنا به عالمین. الله سبحانه و تعالی میفرمایه ما برای ابراهیم رشد دادیم. رشد یعنی چی؟ یعنی کسی که راه خیر و خوبی از راه شر و بدی از هم جدا میکنه. کسی که ملت از ابراهیم خلیل الله داره باید این صفت در وجودش باشه که خیر خود را بدانه، فکر بکنه چی چیز در خیر من هست، چی چیز به خوبی من هست، چی چیز مرا به فوز و فلاح و رستگاری میرسانه. والله سبحانه و تعالی ابراهیم را به این صفت مزین ساخته بود. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و كنا به عالمین. در آیه دیگه الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام را به عنوان اسوه و عنوان الگو برای همه جهانیان مطرح می سازه. بار بار این آیه را شنیدیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر برای شما اسوه حسنه هست. در این آیه الله سبحانه و تعالی می فرمایه قد كانت لكم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. ابراهیم هم برای شما اسوه حسنه هست. ابراهیم علیه السلام هم برای شما مقتدا هست. ابراهیم علیه السلام هم برای شما الگو هست. ابراهیم علیه السلام هم برای شما معلم هست، برای شما مرشد و مربی هست. به اینه که الله سبحانه و تعالی اوصاف ابراهیم را بیان میکنه تا پیروان ابراهیم علیه السلام ملبس بشن به این اوصاف. هشتم،
صفت الله سبحانه و تعالی در یک آیه اشاره میکنه، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. همان ابراهیم حلیم بود، اواه بود، منیب بود. صفت هفتم حلیم. حلیم چی معنا؟ بردبار، شکیبا، صابر. صفت ابراهیم علیه السلام، پیروان ابراهیم علیه السلام باید از خود صبر و بردباری و شکیبایی نشان بدن. ابراهیم علیه السلام حلیم بود، بردبار بود، صابر بود. و الله سبحانه و تعالی و پیامبر خود میفرماید فاصبر کما صبر اولو العزم. صبر کن مثل که پیامبران اولو العزم صبر کردن، مثل که ابراهیم صبر کرد. به این عزیزان و بزرگواران، کسی که میگه ملت از ابراهیم خلیل الله دارم باید مزین باشه به این صفت، حلیم باشه، بردبار باشه در خانه خود، در کنار زن و فرزند خود، حلیم و بردبار باشه با برادر مسلمان خود. کسی که دوکان داره، کسی که زرنج داره، کسی که تکسی داره، کسی که بالاخره در بین جامعه کارگره، کسی که تاجره، کسی که مأموره، کسی که آمیره. هر انسانی که میگه ملت از ابراهیم خلیل الله دارم باید به این صفت حلیم باشه. ان ابراهیم لحلیم اواه. اواه چی معنا؟ ابراهیم این صفت را داشت، کثیر التضرع والذکر والدعاء والاستغفار. سیدنا ابراهیم علیه السلام اواه بودن. یک معنای اواه اینه که نیمه های شب، نیمه های روز با الله خود، با رب خود خلوت میکردن. اواه یعنی ناله میکردن، گریه میکردن، دعا میکردن، استغفار میکردن. کسی که میگه ملت از ابراهیم خلیل الله دارم باید در 24 ساعت بگذاره به خاطر اواه. الله ناله بنده خود را دوست داره، گریه بنده خود را دوست داره، دعای بنده خود را دوست داره. لحظات بگذار، دعا بکن، ناله بکن. معنای اواه همین هست عزیزان و بزرگواران. کثیر التضرع، گردن کج بکن، قلب خود را خاشع بگردان. این صفت ابراهیم علیه السلام هست. چنین نمیشه در ابتدا اشاره کردیم که ما فقط از طفولیت به ما یاد دادن بنده کی هستی؟ بنده الله. امت کی هستی؟ امت محمد رسول الله. تا میرسه ملت از کی داری؟ از ابراهیم خلیل الله. این را بچه‌ها در سن 7 ساله، همه ما شاید اکثرا در سن 6-7 سالگی اینها را حفظ کردیم. اما باید از یک انسان عاقل بالغ، از یک عالم، از یک خطیب، از یک دانشمند پرسان بشه بنده کی هستی؟ وقتی میگه بنده الله، با الله چی بندگی کردی؟ امت کی هستی؟ امت محمد رسول الله. چقدر ملبس به سنت رسول الله هستی؟ ملت از کی داری؟ از ابراهیم خلیل الله. چند صفت از اوصاف ابراهیم خلیل الله در زندگی تو هست؟ چند فیصد در زندگی ما هست؟ اواه یعنی کثیر التضرع. ابراهیم علیه السلام با این همه بزرگی، با این همه قرب، با این همه جایگاه اواه داره. به این صفت دعا میکنه، استغفار داره، تضرع داره، ناله داره، گریه داره، اشک میریزانه. خلیل پروردگار هست، خلیل پروردگار. هر قدر قرب انسان بالا میره، عجز و عاجزی و تواضع انسان باید بیشتر بشه عزیزان و بزرگواران. رسول معظم اسلام چنان عبادت میکردن که پاهای مبارک ورم میکرد. ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرماید یا رسول الله چرا اینقدر سر خود فشار میآورید؟ چرا اینقدر سجده های طولانی؟ چرا اینقدر قیام های طولانی؟ چرا اینقدر بر سر خود فشار میاری؟ نبی مکرم اسلام میفرمایند افلا اکون عبدا شکورا؟ آیا بنده شکرگزار الله نباشم؟ آیا بنده شکرگزار الله نباشم؟ اللهی که اینقدر نعمت داده، اللهی که اینقدر برای ما لطف کرده، نباید شکر الله را داشته باشیم؟
ابراهیم علیه السلام هم این صفتش هست، ان ابراهیم لحلیم اواه. حلیم و بردبار بود، اواه بود. اواه چی معنا؟ گفتیم که کثیر التضرع، خیلی دعا میکردن، گریه میکردن، ناله میکردن. خیلی لذت داره عزیزان و بزرگواران. در خانه تک و تنها در را هم محکم ببند، هیچ کس نیست، بعد دستان خود را بلند بکن و پیش رب خود گریه بکن. نعمتهای الله را بیار دم روی خود. یا الله، اگر من در این لحظه کنار یک بت می بودم، یا الله اگر در این لحظه من در یک قمارخانه و شرابخانه و بالآخره در یک جایی که مکان گناه و معصیت می بود، من در اونجا می بودم. این که تو مرا این نعمت توحید و اسلام و قرآن و دعا و تضرع و اینها را نصیب کردی، همین لحظه عزیزان من، همین لحظه که شما در خانه الله به عبادت الله آمدید، میدانید که میلیون ها نه میلیاردها انسان همین لحظه از الله غافله. میلیاردها انسان همین لحظه دوچار شرک و فسق و کفر و شراب و قمار و زنا و بی‌حیایی و غفلت. تکبیر! همین لحظه اگر فضل الله شامل حال من و تو نمیشد، ما این را از کجا به دست آوردیم؟ میگه این سعادت به زور بازو نیست، تا نبخشد خدای بخشنده. همین لحظه در تمام دنیا قریب به 2 میلیارد مسلمان، 1.5 میلیارد یا بعضی میگن 1800 میلیون، قریب به 2 میلیارد، 7 میلیارد در روی کره زمین انسان زندگی میکنه. 5 میلیارد که بل یقین و بدون شک 5 میلیارد انسان همین لحظه از الله غافل هستند. همین لحظه از بهشت پروردگار، از فضل الله، از رحمت الله دور هستند. این که به بین مسلمان ها در این لحظه چقدر انسان ها غافله، چقدر مسلمان هایی که در این لحظه از نماز جمعه غافله، چقدر مسلمان هایی که الان از ذکر الله و یاد الله و نماز جمعه غافله. پس این را ای کسی که میگی ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، این صفت در زندگی بیایه. اواه، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. صفت هفتم الحلیم، صفت هشتم اواه، صفت نهم الانابه منیب. منیب چی معنی؟ رجوع کننده به طرف الله. کسانی که رجوع میکنن به الله، به دعا، به نماز، به زکات، به صدقه، به جهاد، خلاصه هم و غم و فکر اینا چی است؟ رجوع به الله هست. و انیبوا الی ربکم، انابت به طرف الله سبحانه و تعالی، رجوع به طرف الله سبحانه و تعالی. همین که تو مسلمان لحظه ای که برمیخیزی وضو میسازی، این وضو چی معنایه؟ چی درس میده؟ یعنی آمادگی میگیری که بری طرف الله، آمادگی میگیرید بری طرف الله. قدم زدن به طرف مسجد یعنی طرف الله، صدقه دادن یعنی طرف الله، ذکر و دعا یعنی طرف الله، روزه گرفتن طرف الله، عبادت الله سبحانه و تعالی. او عبادت چیه؟ حرکت به طرف الله. و انیبوا الی ربکم، توبه. انابت یعنی توبه، رجوع. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. دست جمعی به درگاه الله توبه کنید، لعلکم تفلحون، تا اینکه رستگار شد. صحبت ما ارتباط به اوصاف ابراهیم علیه السلام هست. رسیدیم به صفت نهم الانابه، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. یه اوصاف عزیزان من بیاید در زندگی ما، چون ما میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. ابراهیم خلیل الله این صفات را داشت، حلیم بود، کثیر التضرع بود، دعا میکرد، ناله میکرد به درگاه الله سبحانه و تعالی، منیب، انابت به سوی الله داشت، توبه، رجوع. دهم صدق و صداقت ابراهیم علیه السلام.
کسی که میگه ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، این صفت ابراهیم خلیل الله هست که الله میفرمایه وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. یاد کن در کتاب، بیاد آور او چیزی که از ابراهیم علیه السلام بیان شده که ابراهیم بود صدیقا نبیا، انسان صادق بود، نبی بود، پیامبر الهی بود. امروز کسی که بگه من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، اگر صدق و صداقت در زندگی و نباشه راست نگفته عزیزان من. لفظی که به زبانش آمده، این لفظ بر علاوه‌ای که در لفظ خود صادق نبوده بلکه دروغ گفته عزیزان من. ان ابراهیم وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. صفت 11 سلامت قلب. ابراهیم علیه السلام چگونه شخصیتی بوده؟ لا اله الا الله. یک انسان به چی جایگاهی میرسه، به چی مقامی میرسه؟ ابراهیم علیه السلام مثل من و شما یک انسانی بود، بشر بود. الله سبحانه و تعالی او در مقامی میرسانه که سلامت قلب. الله سبحانه و تعالی میفرمایه از صفات ابراهیم علیه السلام اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراهیم به مقامی رسید که الله سبحانه و تعالی برای قلب سلیم داده بود. قلب سلیم میدانیم چی جایگاهیه، چی مقامیه، چی هدیه‌ایه و چگونه تحفه‌ایه. در روز قیامت الله سبحانه و تعالی یک قاعده گذاشته، یوم لا ینفع مال ولا بنون. روز قیامت نه مال به درد میخوره، نه اولاد به درد میخوره، نه زندگی، نه سرمایه، نه ثروت، هیچ. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر کسی که در روز قیامت بیایه با قلب سالم، با قلب سالم آماد، روز قیامت نجات پیدا میکنه. اینهایی که میگن ملت از ابراهیم خلیل الله داریم باید قلب سالم داشته باشن. در قلبی که وقتی میگه ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، در اون قلب باید کینه نباشه، عداوت نباشه، دشمنی نباشه. بغض داری با دشمنان الله بغض داشته باش، دشمنی داری با دشمنان الله و رسول دشمنی داشته باش. مسلمان نباید با مسلمان کینه داشته باشه، مسلمان نباید با مسلمان عداوت و بالآخر بغض و اینها داشته باشه. در اینه که الله قلب ابراهیم را در دنیا برای ما میگه، روز قیامت قلب سلیم و سالم به درد میخوره. الله میگه از اون قلب ها میدونیم. به شما یک مثال بگم، الله میگه نمونیر به شما بیان کنم. آیا امکان داره بشر قلبی و سالم بشه؟ الله میگه بله، این مثال هست، این نمونه هست، این اسوه هست، این الگو هست، این مقتدا هست. اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراهیم علیه السلام به مقامی رسیده بود که قلب سلیمی داشت، قلب سالمی داشت. ای مسلمان، ای کسی که میگی من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، کسی که ملت از ابراهیم خلیل الله داشته باشه باید قلب خود را قلب سالم بگردانه. قلب سالم چگونه میشه؟ قلب سالم باید در قلب توحید باشه، خشیت الهی باشه، قلبی باشه که در آن مهر و محبت و صفا و صمیمیت باشه. در این قلب تجلیگاه پروردگار عالم قلبی میشه که قلب سالم و سلیم میشه عزیزان و بزرگواران. پس این را دانستیم، در قلبی که کینه بود، قلبی که عداوت بود. چرا الله سبحانه و تعالی برای اهل کتاب میگه ابراهیم از شما نیست؟ شما دروغ میگویید، ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانیا. به خاطر که در قلب اهل کتاب شرکه، در قلب اهل کتاب کفره، در قلب اهل کتاب کینه، بغض، عداوت، فسق، فجوره. در قلب اهل کتاب للهیت نیست. به این واسطه الله میگه قلوب شما مثل قلب ابراهیم نیست. پس شما نمیشه گفت کدام قلب؟ قلب سلیمه، قلبی که در او توحید باشه، یکتاپرستی باشه، مهر باشه، محبت باشه، سخا باشه، جود باشه، بخشندگی باشه، مهربانی باشه. او قلب سلیم هست عزیزان و بزرگواران. پس از جمله صفتهای ابراهیم علیه السلام 11 سلامت القلب، 12 کرم، جود، بخشندگی. اینا صفات ابراهیم علیه السلام بود.
کسی که میگه من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم هیچ وقت بخیل نمیشه. ابراهیم علیه السلام بخیل نبود، ابراهیم علیه السلام گرفته نبود، ابراهیم علیه السلام جود و بخشندگی داشت، ابراهیم علیه السلام مهمان نواز بود، ابراهیم علیه السلام فقیر نواز بود، ابراهیم علیه السلام مسکین نواز بوده، ابراهیم علیه السلام بندگان الله را دوست داشته و الله سبحانه و تعالی از مهمانداری و مهمان نوازی ابراهیم در قرآن بیان میکنه و میفرمایه هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. الله و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیان میکنه که آیا داستان و خبر مهمان نوازی ابراهیم به تو رسیده؟ آیا میدانی چقدر مهمان نواز بوده؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام علیکم قال سلام قوم منکرون. مهمانا آمدن داخل خانه ابراهیم علیه السلام سلام کردن. ابراهیم علیه السلام هم به استقبال اینا ایستاده شد، سلام کرد در حالی که اونها را نمی شناخت. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین. ابراهیم علیه السلام مهمانار نشناخت، مهمانار نمی شناخت. مهمان آمد در خانه از او، ابراهیم علیه السلام رفت به طرف اهل خود، گفت که چی هست به خانه؟ گفتن کنج خانه گساله بسته یک گساله هست. گفت گساله را قو کنید. گساله بالاخره انجاء بعجل حنیز، گساله را کباب کرد ابراهیم علیه السلام برای مهمانان خود و مهمانانی که نمی شناخت. امروز عزیزان من چقدر تکلفات دست و پای ما و شما را بسته کرده. مهمانی های امروز مهمانی نیست که از اون محبت بالاخره به وجود بیاید. مهمانی های عجیب و غریب شده، اما مهمانی که در اون للهی باشه، خدایی باشه، مهمانی که خاص به خاطر الله باشه، این صفت ابراهیم هست، مهمان نوازی. نبی مکرم اسلام میفرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی که ایمان به الله و روز آخرت داشته باشه اکرام میکنه از مهمان خود. مهمان نوازی صفت ابراهیم علیه السلام. پس این صفت باید در زندگی پیروان ابراهیم علیه السلام زنده باشه. وقتی مهمانی میایه نیازی نیست که ما بالاخره، ابراهیم علیه السلام گساله داشت کشت. اگر گساله داشتی به مهمان بکش، مرغی داشتی بکش، نداشتی گلاس آب پیشی و بمان. همان یک اصطلاحی هست میگه نان پیاز پینک باز. از مهمان احترام کن، اکرام کن، به مهمان بالاخره ارزش قائل بشو. ابراهیم علیه السلام مهمان را دوست داشتن. حتی در بعضی اقوال میاره میگه ابراهیم علیه السلام بدون مهمان غذا نمیخوردن. مهمانی که دعوت میکردن ابراهیم علیه السلام نشسته بودن، فرزندانشان یا بالاخره خادمینشان کسی که بود خدمت میکرد. اما مهمانی که بدون دعوت میآمد، مسافری از مسیر راه و بالاخره دروازه خانه ابراهیم علیه السلام را در میزد، وقت مهمانی که بدون دعوت میآمد خود سیدنا ابراهیم علیه السلام خدمت میکردند. این صفات باید در زندگی پیروان ابراهیم علیه السلام زنده باشه. پس چی شد؟ 12 از جمله صفات ابراهیم کرم و جود و بخشندگی و سخاوت و اینها. 13 الوفا. سریعتر میگذاریم چون وقت رو به اتمام هست. پیرامون فضائل عرفه هم باید اشاره بشه. الوفا، الله سبحانه وتعالی اشاره میکنه و ابراهیم الذی وفا، به تمام و کمال به عهد خود وفا کرد. پیروان ابراهیم علیه السلام باید انسانهای با وفای باشند. عهد، میثاق، وفا خیلی مهمه عزیزان و بزرگواران. وقتی میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، باید انسان با وفای باشیم در معاملات خود، در تجارت خود، در بیع و شراء خود. انسان باید به او عهدی که بسته میکنه، حتی در قضیه خانوادگی بین زن و شوهر،
وقتی که عقد نکاح صورت میگیره باید زن به مرد با وفا باشه و مرد باید به زن با وفا باشه. نباید زن به مرد خیانت کنه و مرد نباید بالاخره به زن خیانت کنه. باید او عهدی که بین هم دیگر بسته شده، میثاقی که بسته شده، پیمانی که بسته شده، باید وفا صورت بگیره. عزیزان و بزرگواران، 14 این که ابراهیم علیه السلام به عنوان امام، این صفت ابراهیم علیه السلام هست. الله می فرماید انی جاعلک للناس اماما، ما ابراهیم را به عنوان امام، به عنوان پیشوا و به عنوان الگو و مقتدا، ما ابراهیم علیه السلام ما انتخاب کردیم. ای کسی که میگی من پیرو از ابراهیم علیه السلام دارم، این را باید بدانی که تو در بین جامعه پیرو کسی هستی که مقتدای تو امام بود، پیشوا بوده و تو هم باید راه ابراهیم علیه السلام در هر جایی که هستی باید دعوت تو، تبلیغ تو، ارشاد تو، راهنمایی تو. به این که نبی مکرم اسلام می‌فرمایند بلغوا عنی ولو آیه، یک آیه را از من میشنوید برسانید. و ابراهیم علیه السلام هم به عنوان اسوه و الگو باید درس توحید یکتاپرستی در هر جا که میرسیم باید به بندگان الله سبحانه و تعالی برسانیم. 15 بیزاری ابراهیم از شرک و از مشرکین. ابراهیم علیه السلام از شرک خیلی بدنامی آمد. ابراهیم علیه السلام از مشرکین متنفر بود. الله سبحانه و تعالی می فرماید اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام انا براء منکم، ما بیزار هستیم از شما، و مما تعبدون من دون الله، از او چیزی که غیر از الله پرستش میکنید از او هم بیزار هستیم. ابراهیم علیه السلام مصلحتگرا نبودن، به این که بالآخره در جای شرک باشه، کفر باشه، بت باشه، بت پرستی باشه، ابراهیم علیه السلام سر خود پایین بندازه تیر شه. ابراهیم علیه السلام با زبان خود، با دست خود، ابراهیم علیه السلام با قلب خود در هر جایی که بت و بت پرستی بود اعلان براءت و بیزاری می کردن. این آیه قرآن را ببین، الله می فرماید اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء. ابراهیمی که هم حلیم بود، ابراهیمی که اواه بود، ابراهیمی که منیب بود، ابراهیمی که مهربان بود، جود و بخشندگی داشت. ببینید در مقابل مشرکین باز میگه که و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، بین ما و شما بغض میگه. ابراهیم علیه السلام و مشرکین میگه بین من و شما عداوت، دشمنی، بغض، کینه، تا زمانی که حتی تؤمنوا بالله وحده، تا زمانی که به ذات یگانه ایمان بیاورید، به الله ایمان نیاورید، بین من و شما دشمنی هست. ملت ابراهیم علیه السلام باید بفهمن و بدانن و متوجه باشن که با کی دوستی کنن، با کی دشمنی کنن. 15 مبارزه ابراهیم علیه السلام با دلیل. ابراهیم علیه السلام هر جا که حرف میزد با دلیل حرف میزد، با منطق حرف میزد. کسانی که میگن ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، اونها لجبازی نمی کنن، اونها به اصطلاح امروزی با سر خود و با کله خود زور نمی کنن، به اصطلاح عوامی که بگن همین حرف ما هست. دلیل، دلائل. تو کسی که میگی ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، در هر محفلی، در هر مجلسی، در هر جایی وقتی بحثی داری، مباحثی داری، با دلیل، با استدلال. وقتی میگی فلان کار شرکه، دلیل بگو. وقتی که میگی فلان عمل کفره، دلیل بگو. وقتی میگی این عمل بدعته، دلیل بگو. وقتی میگی این سنته، دلیل بگو. وقتی میگی فلانی کافره، دلیل بگو. وقتی که میگی فلانی مسلمانه، دلیل بگو. پیروان ابراهیم علیه السلام
بر مبنای دلیل، استدلال، منطق قرار دارند. چنین نیست. این آیه قرآن را متوجه باشید. امروزه با بعضی انسان‌ها وقتی روبرو میشی میگی که فلان شی شرک نیست، بدون که دلیل داشته باشه میگه تو مشرک هستی. فلان شی شرکه، بدون که دلیل داشته باشه میبینی رد کرد، میبینی تایید کرد. کسی که میگه ملت از ابراهیم خلیل الله دارم باید با دلیل، با منطق، کسی که دلیل داره حرف بزنه. قل هاتوا برهانکم، بیاورید دلیل خود را، بیاورید برهان خود را. دین اسلام دین منطقه، دین اسلام دین دلیل و دلائل و اینها هست. الله سبحانه و تعالی مناظره و گفتگوی سیدنا ابراهیم و او طاغوتی که در عصر ابراهیم علیه السلام بود، نمرود، الله سبحانه و تعالی بیان میکنه الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. الم تر الی الذی حاج، آیا ندیدی او کسی که محاجه و مخاصمه و مناظره کرد با ابراهیم علیه السلام درباره ربش، ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم. نمرود ابراهیم علیه السلام صدا کرد، گفت تو میگی پیامبری از جانب اللهی، خب بیا الله خود را و خدای خود را به من معرفی کن. ابراهیم علیه السلام گفت اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، گفت الله من ذاتیه که زنده میکنه و میمیرانه. اینجا نمرود، این کافر، این شداد و این طاغوت وقتی که این حرف را شنید، قال انا احیی و امیت، گفت من هم زنده میکنم، من هم میمیرانم. گفت چگونه زنده میکنی؟ نمرود یک فرد از بازار گرفت بیگناه، گفت این را ببریم زندان. زندانی که باید اعدام میشد گفت این را بیاریم. بعد گفت این که اعدامیه، این را رها کرد. بعد او فرد بیگناه کشت. گفتن این به لیست مرده ها بود، آزاد کردم. این کسی که گناه نداشت کشتم. قال انا احیی و امید. ابراهیم علیه السلام وقتی که دیدن که این انسان هیچ منطق نداره، عقل نداره، ابراهیم علیه السلام جا در جا نگفتن که تو نمیفهمی و نمیدانی. ابراهیم علیه السلام وقتی متوجه شدن که این انسان کودن و احمق و نادان هیچ چیزی رو نمیدانه، دلیل دیگه گفتن قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ابراهیم علیه السلام گفتن پروردگار من ذاتیه که خورشید از مشرق حرکت میده میاره طرف مغرب، فأت بها من المغرب، تو پس ایر بیار به مشرق. اگر واقعا خدایی اللهی این کار رو میکنه. اینجا نمرود، این شداد و این طاغوت وقتی که مات و مبهوت شد، وقتی که نفهمید و ندانست، فبهت الذی کفر، کفر دیگه عقل از این گرفته بوده. اینجا بود که دستور داد که ابراهیم رو با آتش بندازید. اینجا بود که دستور داد ابراهیم رو بکشید، ابراهیم رو بزنید، ابراهیم رو. کسی که دلیل نداشته باشه میگه بزنید، بکشید. دلیل داری؟ دلیل خور بگو. نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیل هستیم. دین مبین اسلام دین دلیل هست. چنین نمیشه که بالاخره ما بگیم که همین ماسا سیاه، هر قدر بری بگیم کاکا این ماسا سفیده، نه او بالاخره فشار بیاره که نه همین سیاهی. خب یک نفری بگه که همین لحظه ساعت 2 شب هست، خب بریم میگیم که کاکا جان چشم خود رو باز کن، آسمان رو ببین، خورشید رو ببین، روشنایی رو ببین، دلیل برایش گفته بشه. اما کسی که دلیل نداشته باشه و بعدن شروع کنه به تهدید و بالاخره به این و آن، این عمل نمرودی هست، این عمل شدادی هست، این عملیه. بله اگر یک نفر که باز بعدن به هیچ عنوانی به دلیل و به دلائل و به اینها نفهمید، اگر بحث زور و اینها بود، مثلا اشغال کشورها، کفار وقت سرزمین‌های اسلامی رو اشغال میکنه، خب دلیل اول پیش میشه که تو کافری آمدی سرزمین رو گرفتی، اشغال کردی و بالاخره او میگه نه، لوله تفنگ به حرف میزنه. وقتی گفت لوله تفنگ، باز کسانی پیدا میشه که جواب بالمثل با لوله تفنگ بده.
دلیل به این ابراهیم علیه السلام مبارزه میکرد با دلیل، با دلائل. امروز بین جامعه ما متاسفانه بعضی مسلمان ها که بین همدیگر به اختلاف و بینها افتادن، میبینی هر دو طرف نمیفهمه، هر دو طرف. چند وقت قبل جایی بودیم، یکی از خدا الله همه هدایت کنه، از دوستا بین دو جوان یا دو مسلمان اختلاف، یکی میگفت آمین بالجهر، یکی میگفت عدم آمین بالجهر، یکی میگفت دستای خود زیر ناف بسته کنیم، یکی میگفت بلند ناف بسته کنیم. خب ما برای اینا گفتم یک لحظه، شما که میگیم آمین بالجهر دلیل شما چیه؟ سکوت. شما که میگیم عدم آمین بالجهر، سکوت. تو که میگی دستا خور زیر ناف بسته کن، خود دلیل خور بگو، سکوت. بلند ناف بسته کن، سکوت. بعد برای اینا گفتم ببینیم شما شیاطین جنی و انسی آمده بین مسلمان ها اختلاف بندازه، بین مسلمان ها تفرقه و شقاق و شگاف ایجاد بکنه. وقتی دلیل داری، هر چیزی که، هر عملی که به سنت رسول معظم اسلام به تو ثابت شد، علی الرأس والعین این انجام بده، عمل بکن. اما وقتی چیزی رو نمیفهمی، یک نفر رد نکن، یک نفر بالآخره مبتدع نگو، یک نفر کافر نگو، یک نفر بالآخره فوراً تاقی این اون رو نزن بدون دلیل، بدون دلائل. پس به اینه که ما باید متوجه باشیم. یکی از دوستا یک وقت میگفت من اهل حدیث هستم، اهل حدیثم، به حدیث عمل میکنم. همراه شوخی کردم، گفتم شما اهل حدیث هستیم، ما اهل احادیث هستیم. اهل حدیث یعنی یک حدیث تو یاد داری، اهل احادیث یعنی کل احادیث پیش انسان باشه. با یک حدیث نمیشه که انسان بیای یک نفر و یک گروه و بالاخره بزنه اونها را رد بکنه. الله سبحانه و تعالی در قرآن وقتی ابراهیم علیه السلام به ما اسوه میگه، به ما الگوه میگه، ابراهیم علیه السلام در قرآن به ما مناظره را یاد داده، گفتگو را یاد داده، دلیل را یاد داده. وقتی ما میگیم ما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، ابراهیم خلیل الله به ما طریقه حرف زدن را یاد داده. ابراهیم علیه السلام در سوره انبیاء وقتی که آیات زیاد هست درباره ابراهیم و اوصاف ابراهیم و بالاخره اخلاق ابراهیم علیه السلام، طریقه دعوت ابراهیم علیه السلام، به اینه که ابراهیم علیه السلام وقتی که روز عید مشرکینه، وقتی که میرن طرف همون محفل و بالاخره مراسم خود، ابراهیم علیه السلام داخل بتخانه میشه، همه بت‌ها رو میشکنه، همه بت کلان رو میگذاره، تبری که بت‌ها را شکسته بود بر سر شانه بت کلان میگذاره میاره. و بعد میگه در قرآن وقتی اشاره میکنه فقال اینی سقیم، وقتی که میآین و بالاخره نگاه میکنن که همه بت‌ها شکسته و اینها نگاه میکنن، گفتن کی هست به این شهر، کی بوده؟ میگن فقط یک ابراهیم در این شهر بوده که گفته من مریضم و بالاخره نرفته. شاید همین کرده باشه، رفتن از او پرسان کردن. قرآن هم میگه قالوا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. وقتی از او پرسان کردن، ابراهیم علیه السلام گفت نه من نکردم. قال کبیرهم، بریم از او بت کتی خود پرسان کنیم. گفتن او که گپ نمیزنه. ابراهیم علیه السلام گفت من همین جمله رو به کار داشتم، وقتی حرف نمیزنه، مگس از خود دور کرده نمیتونه، چیزی خورده نمیتونه، چگونه شما او را عبادت میکنید؟ چیزی که نه نفع میرسانه نه ضرر میرسانه. ابراهیم علیه السلام به ما دلیل، منطق، برهان که چگونه مبارزه داشته باشیم برای ما یاد میده عزیزان و بزرگواران. پس اونهایی که میگن ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، بدون دلیل حرف نمیزنن، با مجردی که حق بر اینا واضح میشه سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. 16ام امام الموحدین ابراهیم علیه السلام بیزار بود از شرک و بت پرستی و توجهش به کجا بود؟ طرف الله سبحانه و تعالی. الله می فرمایه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حتی قبل از این آیه الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی.
در زمان ابراهیم علیه السلام مردم ستاره پرستش میکرد، ماه را پرستش میکرد، خورشید را پرستش میکرد. ابراهیم علیه السلام فکر کرد امین ستاره را پرستش میکنن مردم. قال هذا ربی، همین پروردگار هست. وقتی که صبح شد ستاره ها گم شد. فلما افل قال لا احب الافل، چیزی که افول کنه من دوست ندارم، چیزی که از بین بره، از بین رفت. فلما را القمر بازغا قال هذا ربی، قمر که دید گفت این پروردگار من هست، همین پروردگاره. حالت سوالیه بود ابراهیم علیه السلام، همین را پرستش میکنید. فلما را القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلت، وقتی که این هم افول کرد گفت نه، این چیزی که افول کنه از بین بره، این پروردگار شده نمیتونه. فلما را الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر، گفت این خورشید، این که از همه بزرگتره، همین پروردگار هست. وقتی که خورشید هم غروب کرد گفت ربم ذاتیه که هیچ وقت افول نمیکنه، پروردگار من ذاتیه که اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تمام روح خود را، توجه خود را به طرف او ذات میکنم که خلق کرده آسمان ها و زمین را و من حنیف هستم. حنیف یعنی بیزار از شرک، بت پرستی و میل به طرف حق و حقیقت. و ما انا من المشرکین، من مشرک نیستم. کسانی که میگن ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، با توحیدنا، یکتاپرستینا، عقیده ابراهیمی باشه. هبدهم توکل ابراهیم علیه السلام. ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، توکل ما. چقدر توکل داریم؟ ابراهیم علیه السلام وقتی که با نمرود مناظره کرد، گفتگو کرد، محاجه کرد، مخاصمه و بالآخره دشمنی نمرود و نمرودیان به حد رسید که دستور دادن. چی گفتن؟ وقتی که بت و بت‌های اینا شکسته بود، وقتی که عاجز ماندن، دلیل نداشتن، منطق نداشتن، قالوا حرقوه. یک لحظه فکر بکنیم. قالوا حرقوه، کفار گفتن بسوزانید. کی را بسوزانید؟ امام الموحدین ابراهیم علیه السلام، یک موحد، یک کسی که میگه لا اله الا الله، یک کسی که قلبی و با الله وصله، خلیل الله، محبوب الله. قالوا حرقوه، فرمان صادر شد. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، نصرت بدهید خدایان خود را، اینهایی که شکسته شده اینها را نصرت بدید. ببینید خود کفار و مشرکین میفهمیدن که این بت‌های چیزی نیست. وانصروه، خدا را نصرت بدید، الها را نصرت بدید، معبودان را نصرت بدید. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. حالا دیگه شروع کردن آتش بزرگ را برافروختن. ابراهیم علیه السلام با داخل منجنیق، یک لحظه فکر بکن کی داخل منجنیق هست. یک لحظه فکر بکن چی کسی میخوان داخل آتش بندازن. یک لحظه فکر بکن امروز وقتی مسلمان ها در زندان ها هستن، مسلمان ها شکنجه میشن، مسلمان ها بالآخره تهدید میشن، مسلمان ها با نوعی از انواع به دست کفار و مشرکین شکنجه میشن، یک بار یاد خود را بیار که ابراهیم امام الموحدین، امام الحنفاء، خلیل پروردگار عالم، داخل منجنیق او را میخوان داخل آتش بندازن. ابراهیم علیه السلام را حرکت میدن داخل آتش. چنان آتش بزرگ برافروخته شده بود که ابراهیم علیه السلام را از دور، از نزدیک نمیشد. داخل منجنیق به این شکل ابراهیم علیه السلام داخل منجنیق کش میکردن تا ابراهیم علیه السلام 100 متر بره به هوا و بعد در وسط آتش بیفته و کارش تمام بشه. در لحظه ای که ابراهیم علیه السلام داخل منجنیق هست، جبرائیل علیه السلام آسمان به زلزله میفته، ملائکه به زلزله که یا رب در روی کره زمین یک موحده، یک یکتاپرسته، یک نفری که میگه لا اله الا الله
پروردگار ابراهیم با آتش میفته. از همه بیشتر جبرائیل علیه السلام میگفت یا رب این چه حکمتیه؟ الله سبحانه و تعالی گفت خب بگیر کمک کن. سیدنا ابراهیم داخل منجنیق. وقتی ما میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، والله انسان میشه خجالت میکشه. کجاست توکل ما و توکل ابراهیم؟ کجاست شهامت و شجاعت ما و شهامت و شجاعت و للهیت ابراهیم علیه السلام؟ ابراهیم علیه السلام داخل منجنیقه. جبرائیل میآیه که ابراهیم دستت را بده تا تو را بالآخر بالا ببرم و تو را نجات بدم. ابراهیم علیه السلام گفت که دست به غیر الله هرگز نمیگذارم، هرگز دست به غیر الله نمیمانم. رب من مرا میبینه، با آتش میفتم به خاطر الله، شکنجه میشم به خاطر الله، تهدید میشم به خاطر الله، میسوزم به خاطر الله، داخل آتش خاکستر بشم به خاطر الله هست. اینجا وقتی ابراهیم علیه السلام داخل آتش قرار میگیره، الله توکل این بنده خود را وقتی میبینه صدا میکنه رب العالمین بر آتش. چی صدا میکنه؟ صدای الله اینه که یا نار، ای آتش، یا نار قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. ما گفتیم، الله میگه ما گفتیم، رب العالمین میگه ما گفتیم. ای کسی که تو ملت از ابراهیم خلیل الله داری، آتش باید بسوزانه. الله میگه قلنا، ما گفتیم، یا نار، ای آتش، کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، سرد شو، نه سردی که ابراهیم سردی بخوره، بلکه سرد سالمی باش بر ابراهیم. ابراهیم علیه السلام داخل آتش پایین میآیه، الله داخل آتش برای ابراهیم علیه السلام باغچه از گل قرار میده. ملت از ابراهیم خلیل الله داری، توکل ابراهیم علیه السلام گفت حسبی الله، بس است مرا الله، کافی است مرا الله. الله مرا میبینه، الله مرا نظاره میکنه، من به این آتش به خاطر الله میافتم. به این عزیزان و بزرگواران، لحظاتی که میگذره کل مردمی که در اونجا تماشا میکردن همه گفتن از ابراهیم تمام شد. بعد از چندین ساعت یا چندین روز در بعضی از تاریخ می نویسه که آتش که خاموش شد، ابراهیم علیه السلام از داخل آتش صحیح و سالم بیرون میشه. این حفظ الله هست. به اینه که ملت از ابراهیم خلیل الله کسی که داره توکلش باید چنین توکلی باشه. عزیزان و بزرگواران، 18 تربیه درست اولاد. ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، باید خیلی متوجه اولاد خود باشیم. این داستان 10 درس داره، فقط یکی را اشاره میکنم. الله سبحانه و تعالی وقتی میفرمایه فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. ابراهیم علیه السلام به سادگی خلیل الله نشد. ابراهیم علیه السلام آماده شد که در آتش بیفته. بعد از این که از آتش بیرون شد، در سن که ابراهیم علیه السلام قریب به 100 سال سن داشتن، در بعضی اقوال میاره که 120 سال سن ابراهیم علیه السلام بود، الله سبحانه و تعالی برایش اولادی میده. وقتی اولاد بزرگ میشه، همراهش راه میره. فلما بلغ معه السعی یعنی این طفل با او قدم میزنه. ابراهیم علیه السلام دست فرزند خود را داره، قدم میزنه. به این سن و سال ابراهیم علیه السلام خواب میبینه، انی ارى فی المنام انی اذبحک. گوش کن تو مسلمانی که در شرایط امروزی بعضی انسان ها قربانی که میکنن، نگاه میکنن که یک جای گوسفند ارزانتر باشه، یک جای بالاخره به گو شریک بشیم ارزانتر بیفته، فلان و فلان و فلان و فلان. من و تو ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. اگر این دستور امروز باقی میمان که یکی از فرزندان خود را قربانی کن، من و تو چی میکردیم؟ ابراهیم علیه السلام
این پیامر میرسانه، تربیت اولاد از لحاظ عقیده، از لحاظ فکر. ابراهیم علیه السلام آمد چی میگه؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، گفت ای بچگک من، ای فرزند من، اینی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای بچگک من شب خواب دیدم که تو را در راه الله ذبح کنم. تو چی میگی؟ تو چی مشوره میبینی؟ فرزند چی جواب میده؟ کسی که میگه ملت از ابراهیم خلیل الله دارم باید متوجه فرزندان خود، تربیه فرزندان خود. ابراهیم علیه السلام فرزند خود را چنان تربیت کرده بود که در طفولیت چی میگه؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل، یا ابتی، گفت ای پدر من، افعل ما تؤمر، به اون چیزی که امر شدی اجرا بکن. جان من فدای الله، جان من فدای نام الله. افعل، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. روزی می آید که مرا از جمله صابران خواهی یافت. یک لحظه فکر بکنیم. پدر آمده با فرزند پیشنهاد میده، فرزند من میخوام تو را در راه الله قربانی کنم. فرزند چی میگه؟ بابا این کار را انجام بده. پدر دست پسر را میگیره و میبره در منایی که حجاج در اونجا گوسفندار امروز ذبح میکنن، در اونجا دور میره از شهر مکه، دست و پای فرزند در میبنده. یک لحظه انسان فکر بکنه، تفکر بر بالآخره. فرزند خود را، دست و پایش را، به اینه که اسماعیل علیه السلام میگه بابا فقط یک گپ دارم، دست و پای مرا محکم ببند که شاید زیر کارد تو دست و پا بزنم و اون مهر پدری دست تو را بلرزانه و از این کار تو منصرف بشی. بابا روی من را بر خاک بگذار تا چهره مرا نبینی. ابراهیم علیه السلام می آید در او وادی، در او دشت، در او کوه، دست و پای فرزند در می بنده، سر به زمین، کارد را می گذاره، بر حلقومش می کشه او کارد تیز که صدا می آید ابراهیم متوجه باش که تو کامیاب شدی و این قچی که از آسمان پایین میشه این را در راه ما ذبح کن. عزیزان من، ما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. این داستان 10 درس داره، درس ایثار و فداکاری و اینها، و درس تربیت اولاد. 19 دعا و عجز و تواضع ابراهیمی که خلیل الله است، محبوب الله است. الله ابراهیم را خلیل خود گفته. باز میره. قبلا گفتیم که اواه است. اواه به معنای چی؟ به معنای ناله کننده. ابراهیم علیه السلام ناله میکرد، میدانست که ناله بنده را الله دوست داره. این ابراهیم لأواه لحلیم اواه منیب. عجز و عاجزی و تواضع ابراهیم علیه السلام دعا میکرد رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. ابراهیم علیه السلام میگفت یا الله مرا مقیم نماز بگردان، همیشه در نماز باشم، ذریه و اولاد مرا در راه نماز ثابت قدم داشته باش. ابراهیم میگفت ربنا و تقبل دعا، پروردگارا بپذیر از من، قبول کن. ابراهیمی که با او عظمت و بزرگی باز هم دلش میلرزه که این اعمالش قبول نشه، این زهد و تقوا و خدایی و للهیتش پذیرفته نشه، این دعوت و تبلیغ و ارشادش پذیرفته نشه، دست بلند میکنه ربنا و تقبل دعا، پروردگارا دعای ما را بپذیر. دعا میکنه رب هبلی من الصالحین، پروردگارا مرا از جمله صالحین و اولاد مرا از جمله صالحین بگردان. این عجز و عاجزی و تواضع ابراهیم علیه السلام. 20 تسلیم در برابر الله سبحانه و تعالی. ملت ابراهیم علیه السلام، کسانی که میگیم ملت از ابراهیم علیه السلام، الله میفرماید اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین.
وقتی پروردگارش برایش گفت که ای ابراهیم تسلیم باش، تسلیم باش، مسلمان باش، ابراهیم علیه السلام گفت اسلمت، تسلیم شدم، تسلیم پروردگار عالم. عزیزان من، ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، باید تسلیم باشیم، تسلیم به پروردگار باشیم، تسلیم به قضا و قدر باشیم، تسلیم باشیم به تمام دستورات الله سبحانه و تعالی. کسی که به راه ابراهیم نره الله واضح بیان میکنه. ارتباط به اهل کتاب، یهود و نصارا به راه ابراهیم نرفتن. هر کس به راه ابراهیم علیه السلام نره الله اشاره میکنه و میفرمایه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفی نفس. احمق کی هست؟ سفیه کی هست؟ نادان کیست؟ کسی که به راه ابراهیم نره، کسی که اوصاف ابراهیم در زندگی خود پیاده نکنه، کسی که ابراهیم علیه السلام امام الموحدین و امام الحنفا را برای خود اسوه قرار نده، الگو قرار نده. و من یرغب عن ملت ابراهیم، چی کسی رو میگردانه از راه و روش ابراهیم؟ الا من سفی نفسه، کسی که نادان باشه، کسی که بیخرد باشه، کسی که احمق باشه. الله سبحانه و تعالی اهل کتاب بیخرد میگه، نادان میگه که اونها در راه ابراهیم علیه السلام نرفتن. عزیزان و بزرگواران، اینها اوصاف ابراهیم علیه السلام بود، 20 صفت از صفتهای ابراهیم. وقت ما خیلی گذشت، امروز میخواستیم لحظات به دعای اختصاص بدیم. عزیزان و بزرگواران، فضائل عرفه زیاد، شاید بیش از 10 حدیث از احادیث گوهربار نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم اینجا یادداشت کردم که امروز بیان بکنم، ولی وقت اجازه نمیده. همین قدر میگویم افضل ایام الدنیا خیر ایام الدنیا لعشر ذی الحجه. 10 روز ذی الحجه هست. به بین این 10 روز، روزی که بهترین روز در ایام دنیا خورشید بر او طلوع کرده، کدام روز هست؟ روزی که یوم عرفه خیر یوم طلعت فیه الشمس، که خورشید طلوع کرده، اون روز عرفه هست. روز عرفه میدانیم چی روزیه؟ به طور خلاصه و فشرده، روز عرفه الله سبحانه و تعالی بلا کیف با آسمان دنیا نزول میکنه و میآیه میگه ای بندگان من چی میخواهید؟ چی میخواهید که من برای شما بدم؟ روز عرفه روزیه که الله سبحانه و تعالی برای ملائکه میگه ای ملائکه من نگاه کنید در وادی عرفات که الله سبحانه و تعالی این مرض وبا و بلا و اینها را برداره که مسلمان ها از تمام دنیا در سرزمین عرفات سرازیر بشن و الله حرمین شریفین نصیب همه من و شما بگردن. نبی مکرم اسلام می فرمایند در روز عرفه در یک وادی من شیطان را دیدم که در اونجا نشسته هست، خاک بر سر خود میریزه. شیطان خاک بر سر خود میریزه و بعد فریاد میزنه که من یک انسان را 20 سال 30 سال 40 سال یک عمر او را به گناه و معصیت آلوده کردم، امروز روزیه که الله او را میبخشه. روز عرفه عزیزان من روزیه که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند روز عرفه روز دعا هست. روز دعای بهترین دعا یوم عرفه، بهترین دعای روز عرفه هست. و بعد میفرمایند خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میفرمایند دعای تمام پیامبرانی که قبل از من آمدن و دعای من این دعای در روز عرفه. نبی مکرم اسلام میفرمایند بهترین دعا این دعای لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. بهترین دعای روز عرفه هست. روز عرفه روز اکمال دین، روز اتمام نعمت. روز عرفه روزیه که این آیه نازل میشه اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. روز عرفه روزیه که نبی مکرم اسلام میفرمایند صیام یوم عرفه احتسب علی الله
ان یکفر السنه التي قبله و سنه التي بعده او كما قال. کسی روز عرفه روزه بگیره الله گناه 2 سالش را میبخشه، 1 سال ما قبل و 1 سال ما بعد. اینجا شاید سوالی در ذهن بیایه، خب 1 سال گذشته خب گناه ها بخشیده میشه، آینده که ما گناه نکردیم چی بخشیده میشه؟ جمهور علما به این نظرن که به اندازه 1 سال الله مقام و منزلت انسان را بالا میبره. عزیزان و بزرگواران، روز عرفه روز ذکر، روز دعای، روز تسبیح، روز تهلیل، روزیه که انسان تا میتونه دعا کنه. روز عرفه عزیزان من به غفلت سپری نکنید. روز عرفه روزیه که رب ما ملک الملوک، پادشاه پادشاهان میایه با آسمان دنیا که بنده من چی میخواهی؟ وقتی من و تو غافل باشیم خیلی سخته. وقتی من و تو دوچار العیاذ بالله گناه و معصیت باشیم هر وقت سخته، خصوصا روز عرفه. هر وقت غافل باشیم سخته، خصوصا روز عرفه. عزیزان و بزرگواران، لا اله الا الله زیاد بگویید، سبحان الله زیاد بگویید، الحمدلله زیاد بگویید، تسبیح و تهلیل پروردگار عالم. الله سبحانه و تعالی می فرمایه لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام. روز عرفه روز ذکر، دعای، تسبیح، تهلیل، مناجات، گریه، ناله، زاریه، چون روز عفو و بخشش. عزیزان و بزرگواران، نبی مکرم اسلام می فرمایند روز عرفه روزیه که الله سبحانه و تعالی به اندازه‌ای که روز عرفه انسانها را از آتش جهنم نجات میده در هیچ روز دیگر ایام دنیا نجات نمیده. روز عتق من النیران هست، روز خلاصی از آتش جهنم هست. این روز یک روز ویژه هست عزیزان من. این روز فقط در طول سال یک روزه و او هم روز عرفه هست. از نماز صبح تکبیرهای تشریق فراموش نشه عزیزان من. تکبیرها الله اکبر الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. یا در روایت دیگر آمده در ادامه این الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. اینها هم گفته بشه. عزیزان و بزرگواران، همه ما محتاجیم، همه ما نیازمندیم، همه ما گناه کردیم، همه ما نیاز به عفو و بخشش داریم، همه ما نیاز داریم که قلم عفو پروردگار عالم بر گناهان ما کشیده بشه. این روزها روزهای مبارکی عزیزان من. عشره ذوالحجه، امروز روز 6 هست، فردا 7، 8 یوم الترویح، 9 یوم عرفه، 10 یوم تشریق و ایام تشریق شروع میشه. اینها را عزیزان من نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند که این ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر الله سبحانه و تعالی. روزهای عید روز اکل، بخور بنوش، ولی به یاد الله باش، به ذکر الله باش، کام و زبانت معطر باشه به یاد الله و به ذکر الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا پیرو واقعی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، پیرو واقعی ابراهیم خلیل الله باشیم. الله بر ما توفیق بده که این ایام به عبادت و به تلاوت و به ذکر و به دعا و اینها سپری بشه. خیلی از عزیزان طلب دعا نمودن. این روزها به دست نمی آیه. 10 دقیقه دعا میکنیم و بعدا اقامه نماز میشه، به درگاه الله بنالیم. ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. ابراهیم حلیم بود، یعنی بردبار، صبر و بردباری داشته باشیم. ابراهیم اواه بوده، ناله میکرده. ابراهیم منیب بوده، به سوی الله رجوع میکرد. همه ما با خضوع و خشوع، با تضرع و با ناله دستان خود را به طرف رب خود بلند کنیم. ربی که از پدر و مادر مهربانتر هست، ربی که به ما
ما چنان مهربانه که الله میفرمایه نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. پروردگار عالم به ما انقدر مهربان هست که مهربانی خود را برای ما بیان کرده و میگه نبی عبادی، خبر بدی بندگان مرا که من برای شما مهربان هستم، من برای شما خیلی مهربان هستم. مهربانی الله را مد نظر داشته باشید، رب خود را فراموش نکنید. ربی که در دنیا، ربی که در قبر، ربی که در حشر، ربی که در جنت همراه من و شما هست، ربی که آتش را بر ابراهیم گلستان کرد، ربی که کار در اجازه نداد حلقوم اسماعیل را ببره، ربی که یونس در بطن ماهی حفظ کرد. رب همان رب است. عزیزان من، دستان خود را عاجزانه بلند میکنیم. قبل از این که دعا کنم فقط نماز عید اعلان میشه. نماز عید رأس ساعت 8 ان شاء الله باذن الرحمن اقامه میشه روز سه‌شنبه که اول عید اضحی هست. رأس ساعت 8 اقامه نماز عید اضحی هست. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والجلال والجمال والكمال والبقاء والثناء والنعماء والآلاء والكبرياء والجبروت. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار نور قلوبنا بنور معرفتك يا عزيز، نور قلوبنا بنور معرفتك يا عزيز، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا رحيم الدنيا، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بار إله پروردگارا تو کریمی، پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا از ابراهیم که خلیل تو است اشاره کردیم، از جناب محمد رسول الله که حبیب تو است اشاره کردیم. ای بار اله پروردگارا مشت گدای بر در تو آمدیم، پروردگارا مشت گدای بر در تو آمدیم. پروردگارا در این روزها و ایام مبارک ای بار اله پروردگارا قلم عفو بر گناهان ما بکش. پروردگارا در این جمع اولیای تو حضور دارن، محبوبان تو حضور دارن، موسفیدان حضور دارن، جوانان حضور دارن، خواهر و برادر حضور دارن. پروردگارا در خانه تو آمدیم، پروردگارا در خانه تو آمدیم. تو رب ما هستی، تو غفار الذنوب هستی. پروردگارا تو از پدر و مادر مهربان تر هستی. پروردگارا روز عرفه پیش رو هست، پروردگارا روز عرفه پروردگارا پیش رو هست. پروردگارا اگر در این روزها ما را نبخشی چی وقت بخشیده خواهد شدیم؟ پروردگارا اگر در این روزها و شبها قلم عفو تو بر گناهان ما کشیده نشه چی وقت قلم عفو کشیده خواهد شد؟ سید الایام هست، افضل الایام هست، خیر ایام الدنیا هست. بار اله پروردگارا دعای تمام انبیاء این بوده لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بار اله عاجزیم، پروردگارا بینواییم، پروردگارا مشت گدای بر در تو آمدیم، ضعیفیم، غرق گناه و معصیت آمدیم. پروردگارا ما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم. پروردگارا صفت ابراهیم اواه بوده، ناله می کرد به در تو. پروردگارا ما هم ناله کنان آمدیم، پروردگارا بر در تو، پروردگارا ناله کنان آمدیم. پروردگارا با انابت و با رجوع آمدیم. پروردگارا با کله‌های از معصیت آمدیم. گناه ما را تو ببخش یا رب. پروردگارا گناهان ما را ببخش، پروردگارا گناهان ما را ببخش. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. ربا پروردگارا تو از پدر و مادر مهربان تری. پروردگارا تو مهربان هایی، تو احکم الحاکمینی، تو عدل العادلینی. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا من مطمئنم که در اطراف این مسجد شیطان بر سر خود خاک میریزد. پروردگارا این عشقی که ریختنده میشه، پروردگارا خنجر بر سینه شیطان است.
پروردگارا اگر ما را نبخشی رسول الله را ناراحت می‌سازی. پروردگارا شیطان را شاد می‌کنی. پروردگارا دشمن را شاد نکن. پروردگارا دوست را ناراحت نساز. پروردگارا تو دوست را ناراحت نمی‌سازی. پروردگارا رسول الله در حق امت گریه می‌کرد. پروردگارا رسول الله در حق امت دعا می‌کرد. پروردگارا لسان ما پروردگارا افضل ایام الدنیا هست. پروردگارا افضل ایام الدنیا هست. یوم عرفه بیشرف است. ایام تشریق بیشرف است. پروردگارا ما را ببخش. پروردگارا همه اموات ما را ببخش. پروردگارا اموات ما را ببخش. پروردگارا اموات ما را ببخش. پروردگارا عزیزان ما را ببخش. پدران ما را ببخش. پروردگارا پدران ما را ببخش. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. پروردگارا این جمع از اینجا ناامید برنگرد. پروردگارا این جمع از این خانه مغفور و مرحوم بیرون بگرد. پروردگارا مشکلات این جمع را آسان بگرد. پروردگارا مشکلات همه مسلمان ها را آسان بگرد. پروردگارا اونهایی که مسافر دارن مسافرشان صحیح و سالم با گوش گرم خانواده برسن. پروردگارا جمیع مریضان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. مریضانی که روی بستر افتاده اند یا الله شفا بده. یا الله شفا بده. یا الله شفا بده. پروردگارا اونهایی که اسیرن پروردگارا اسباب خلاص ایشان را فراهم بساز. پروردگارا مجاهدین فی سبیل الله را پیروز بگرد. پروردگارا مجاهدین فی سبیل الله را پیروز بگرد. پروردگارا مجاهدین فی سبیل الله را پیروز بگرد. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا اونهایی که قرض دارن قرض اونها را آسان بگردن. پروردگارا قربانی عزیزانی که نیت و اراده قربانی دارن یا الله قبول بفرما. یا الله قبول بفرما. یا الله قبول بفرما. پروردگارا ما را مزین بساز به اوصاف ابراهیم خلیل الله. پروردگارا ما را پیرو واقعی ابراهیم خلیل الله بگردان. پروردگارا بر جوانان ما صدق صدیقی، عدل فاروقی، حیای عثمانی و شجاعت حیدری عنایت بفرما. پروردگارا پسر و دختر ما را حفظ بفرما. پروردگارا پسر و دختر ما را حفظ بفرما. پروردگارا خواهران و مادران و همسران ما را حفظ بفرما. ای بار اله پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا روز عرفه دعای ما را قبول بفرما. به برکت اونهایی که روز عرفه در عرفات قرار دارند. به برکت اونهایی که طواف میکنن. به برکت اونهایی که در منها وقفات. پروردگارا قبر ما را منور بگردان. پروردگارا قبور اموات ما را روضة من ریاض الجنه بگردان. پروردگارا حساب و کتاب و میزان را آسان بگردان. پروردگارا روز قیامت روز سختی. پروردگارا ما را در کنار نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین محشور بدار. پروردگارا ما را از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردان. پروردگارا این جمع را در روز قیامت که هیچ سایه وجود نداره در زیر سایه عرش خود قرار بده. پروردگارا چی لحظه که در جنت الفردوس چشم ما به لقای تو باز بشه. پروردگارا ما را از لقای خود محروم نگردان. ما را از دیدار خود محروم نگردان. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين. پروردگارا در این سرزمین یک صلح قرآنی عنایت بفرما. پروردگارا جنگ و خونریزی را دور بساز. پروردگارا برای کسانی که در داخل افغانستان مصروف و مشغول جنگند، پروردگارا توفیق بده که یک صلح، پروردگارا توفیق بده که یک آتش بس بیاید. پروردگارا این ملت از قتل و کشتار و خونریزی خسته شد. پروردگارا در این سرزمین امنیت اسلامی، امنیت قرآنی، امنیت سرتاسری عنایت بفرما. پروردگارا این جمع مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا